شرکت شفافرما پیشنهاد شما میکند. برادران تاجیک در دولت روس در خدمت شما هستند. سنگ گرده برای معده، برای کسلی های دل، قند، تمام این داروها برای شما طبیبان هستند. در همین رقم ها زنگ زنید و شما توصیه می‌کنم. شفا در دست خداوند است. یک چیز سبب بشود. شرکت شفافرما در خدمت شما. داروها برای ریختن ریش، برای کم قوتی، بیزیوریوتی، فربهی، خرابی، سفید شدن پوست، تمام این داروها پیشکش شما می‌گردد. تنها شما زنگ زنید، معلومات پوره را از طبیبان پرسید. باقی تن صحت و خانه آباد باشید. سلام علیکم دوستان عزیز، برادرای قدردان. ما تیمور ملیک سوخوز کنگرد قشلاق سفربایان رفته ایستاده ایم. برادرای عزیز قشلاق سفربایان میریم. همین برادر عزیز ما روزبک فیضعلی امروز وای داره، گوشتین داره، نوروزی داره. میریم گوشتین یک جای تماشا میکنیم. ما این با همراه برادرها، من با همراه برادرها گفتم شهزاد جان دوست عزیزم، شهزاد دوران، عقیب زنده باشه، عقیب خوبی جان دوست عزیزم، ما خیلی خوبه. اینا مخلصات چی گفتن این نوروزی در انا گفتن هستیم که همین نوروز امساله نوروز با فیض شود. نوروز میگن که سالی که نکوس از بهارش پیداست، همه جا سبزه. خیلی خرسند هستیم. این سال خدا خواهد بهاری با فیض است. نوروزی انشالله که در خاندان تمام مردم تاجیک و تاجیکستانی یک فیض برکت میاره. آمین. ما امیدوار هستیم که همیشه در خاندان مردم تاجیک عید باشد، نوروز باشد، نوروز خوجستپه به یک شما عزیزان مبارک بگیم. زنده باشید. هزار آمد. اینا دوستان عزیز آمدیم به سفر بایان. اینا با همراه همه دوستان، همه سردان میگیره شما که همه کسان اینجا داریم. السلام علیکم. خوب هستید؟ اینا روزی بیگ جان مبارک شوه. سلامت باشید. زنده باشه. اینا که همه کسا سلام میریم به سری دیگه که تماشا کنیم شیگه پای وجوده. نوروز مبارک شید است انا برادرها. انا برادرها شیر برنج. شیر برنج. چی؟ سیو الاف. اینا برادرها سیو الاف داریم بچه اینا. اینا نوروزی، انیره نوروزی میگم برادرها. میگم این دالدا یک شوربا. دالدا ها. این دالدا اینا برادرها این دیگه قطاره کشه بینه. خیلیش میریم. این ایش هم علفی بهاری. این ایش دالدا یا ای هزار آما دیگه السلام علیکم. خوبه. همه طرفاتین زندگی کو خوبه. انا که برادرها عزیزم خیرفتن میگن. نه نترسین. این دیگهش خالی بده. نه دیگهش خالی بده بچه‌ها. السلام. این آش میگن. السلام علیکم. پاور شو. السلام. خوب است اینجا. میلیون بار آشاشو خوردیم. دکتر چخیر. خوب است اینجا. ما یک همین تبرم کوچیکه پایجا. ای ها گزه نوروزی مبارک شدینه برادرها اینا. همونجا آش همین رفتن میگیرن خطوره کینه برادرها. اینا. السلام علیکم. اینا با آش. اینا الکای تیار شده. اینیدا داره که گوش بیرون میکنن. روغن جرا قصد داره. اینا برادرها. مردم سفربایان خیلی امروز عید داره، نوروزی داره. انا خرسندانه اون به سر برند دوم میکنیم. زنده باشه. انا که برادرها میریم تا گوشتینا زنگی نبودم میخونیم. تمام گپ نیست. ما اوفیزی رو باز کردم وقتی که چخل زنگی نبودم میخون. باور خیلی برادرها اینا زنده باشه. با من اوسشم با نشونتون میتونم زنده باشه. گم نیست. برادرای عزیز اینا 7 سین و 7 شین میگن. اینا 7 سین و 7 شینش اینا میآیا. اینا هم تا هموسر رفته که این 7 سین و 7 شین. اینا سوما نک. اینا قوقوف میگن برادر. قوقوف. اینا قوقوف میگن. قوقوف وقتی که همین تو میکنی مثلا یک تاکش شکم گوشت ده بخیر ببین ها نمک اگه خوب ببین فایده داره. قوقوف زنده باشه. عزیز در اینجا همین تازه علفی بهاری قطعی سیاه علف قطعی نه اوقاتی اوشگی نه شهزاد جان قربان علیوف
خوبی شو گذشته است خوبی؟ من صاحب جاست. خوب دیگه بشین. زنده باشی. نوروزان بارا شما. زنده باشی زنده باشی. با همه مردمی سربلند کانگور سر بود هوای زیبا. زنده باشی زنده باشی. نه پول دبار. این چیست دانگیچه میگم برادر عزیز. دانگیچه دبی باشه. بکوزم دیدرو شد دیویاتی دامه کرد. زنده باشین خوش آمدید. این گلروش زیبا امروز محفلارا از خیر کرده دنیا ای دوست مژدگانی نوروز شد جهانی بهارت پرتراوت بود و باشد خمارت اوج دولت بود و باشد دلم در رهگذار آرزوهاست خریدار محبت بود و باشد بدیهه از اشعار سلطان مراد جانزاده کانگوردی بعدها یا من سوخته میمونن اکه سلطانشون اگه کتابی نوشته همه جا از کشتای توست سرسبزی مبارک شما استاد عزیز شعرها مبارک شما زنده باشید زنده باشید من همین شعرهای شما گوش کردید من استاد عزیز این کتابی استاد نو برآمد کتابی استاد نو برآمد این اشعار همین استاد دهقان دختره دست من و دامن تو عشق من و من یار ارزنده تو ما در بر هم مهنت کنیم زیبنده دو دسته گل به هم دیگر ارزنده مژده ای فصل بهار است که نوروز آمد لطفی است آن به هزار است که نوروز آمد بین سما از کرمش نوری دیگر باریده پرتوی شمس به بار است که نوروز آمد حالا باشد به صحنه مطرب خوش‌آواز پروانه تاج‌الدین را دعوت می‌نماییم حالا باشد بهر بالیده خاطره شما و صحنه مطرب خوش‌آواز فاطمه مشرب و قرار دعوت میکنیم. مرحبا. نوروز آمد لطفی از نو به هزار است که نوروز آمد بین سما از کرمش نوری دیگر باریده پرتوی شمس به بار است که نوروز آمد سردی گذشت و جانم تنها دیگر نمانه ای قسمت خدا داد نوروز آمد بیا ای دل تو صبر کن میشیم با صبح نوروزی نوای مرغکان بشنو هوای دلبران آرد با قد و چشم مخمورش جلوی حسن میزیبد جمال جانفزای او جفا بر قلب زار آرد جشن کشت و عید هر یک دهقان هر نفر حد از این روز نکو کاش گردد روز وصل عاشقان خانه ترانه محزون با شوق و شور و افزون رنگ سید اهل ایجاب نوروز میرسد باز حالا به صحنه مطرب خوش‌آواز که دل ما و شما را با صدای مرغوبه‌دارش ربوده است شهزاده دوران را دعوت می‌نماییم. قدم بودک میاد صورت بگیر
نیست ما همه کسا برو آمده تو این هم با همه برادرها هنوی همه شما بخدا ما گوشتین میریم با در گوشتین با میخریم چی گفته؟ گوشتین با میخریم گوشتین 20 minut هست هر